پاشو بینم. برو تو. سلامت چیکار کردی؟ مرده. این یکی که از قیافش کفر و الحاد میباره. حق گفتی حاج آقا. الحق و الانصاف که مصداق بارز مفسد فی الارضه. پدرته. مرتکب چنان جنایت شنیعی شده حاج آقا که زبونم از خوندن پرونده یا گفتنش قاصره. از خودش بپرسید. ملعون او چیکار کردی؟ هیچی بابا، یه حقیقتی رو نوشتیم آجی. حاج آقا رو دیوار با اسپری نوشته بل نسبت زبونم لال. روم به دیوار خمینی خره. پدر سوخته. تاقی، باقی، یاقی، محارب، مفسد فی الارض. اصلا اینو برای چی آوردی تو این دادگاه؟ ببرید سر ضرب شلاق بزنید بعدم اعلامش کنید. شلاق دیوز چی؟ سوالم میکنه. این مملکت حساب کتاب داره. 100 ضرب شلاق به خاطر اینکه دیوار شهرداری رو کثیف کردی. اعدامم به خاطر اینکه اسرار مملکتی رو فاش کردی. وایس بده. چه اسراری؟ این که اسرار مملکت نیست. اما عالم میدونن خمینی خره. بازم میگه. حمله و سنیستی